توکل به این معنا که امر خود را به الله سپردم و افوض امری الی الله، امر خود را، کار خود را به الله سپردم. به این میگویند توکل. اهل حق و اهل سنت و الجماعت بر این اعتقاد و بر این باور هستند که توکل باید کرد و توکل هم باید کرد و از اسباب هم باید کار گرفت. دنیا محل اسباب است. توکل بر الله بکن، اسباب را به کار بینداز، الله کارت را آسان میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل بر الله بکند الله او کافی است. ان الله یحب المتوکلین، الله متوکلین را دوست دارد. و علی ربهم یتوکلون، و مؤمنان کسانی هستند که بر الله توکل میکنند. پس یکی از صفات بارز مؤمنین، یکی از صفات بارز مسلمان ها این است که بر الله سبحانه و تعالی معبود بر حق توکل کنند. توکل را زیاد نبرید. چرا دوست را انتخاب نمی کنی که هرگز نمی میرد؟ و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل بکن بر زنده‌ای که هرگز نمی میرد. او کیست که هرگز نمی میرد؟ الله سبحانه و تعالی است. هر دوست را که در دنیا انتخاب بکنی سرانجام می‌گیرد. کل نفس ذائقة الموت است. هر نفسی چشنده مرگ است، مرگ را می‌چشد. کسی که توکل بر الله کند الله از او راضی می‌شود. کسی که توکل بر الله کند الله از او حمایت می‌کند. کسی که توکل بر الله می‌کند در حمایت الله قرار دارد. ما باید که توکل را در نظر بگیریم